اکثر آدم‌ها و اکثر کسب و کارها در محیطی به نام اقیانوس قرمز در حال فعالیت، رقابت و کنش با یکدیگر هستند. کسانی که به پیشرفت واقعی علاقه‌مند هستند و میخوان در یک دنیای دیگه‌ای فعالیتشون رو گسترده کنن، باید خودشون رو به اقیانوس آبی برسونن. یعنی چی؟ یعنی یک راهی رو مشخص کنن، یک مسیری رو مشخص کنن که در اون مسیر خودشون باشن، نیازها رو بشناسن و یک کالای جدیدی رو خلق کنن، یک ارزش جدیدی رو خلق کنن، یک نوآوری انجام بدن که دیگه با دیگران مجبور نباشن بجنگن یا رقابت کنن. مثلا اپل وقتی که موبایل آیفون رو ارائه کرد، با نوکیا نجنگید، خودش اومد یک طرح جدیدی رو از موبایل عرضه کرد. در اقیانوس آبی رقابت معنا نداره، بلکه خلق ارزش هستش که معنا داره. یعنی شما قبل از اینکه مردم بدونن چی میخوان و حتی معناشو بدونن، شما باید اون کالا رو خلق کنی، ارزانتر و مفیدتر و مقاومتر. پس اگر میخوای در دنیای تجارت پیشرفت کنید، باید خودتون رو به اقیانوس آبی برسونید، چون در اقیانوس قرمز جایی برای پیشرفت آنچنانی نخواهد بود.